صبح بخیر. صبح شما هم بخیر خانم رویا، خوش آمده. خوش باشین، خوش باشید. چیه از اونجا چی نوشتم؟ آی بسیار من هیچ خبرها رو میدیدم تا بفهمم چی گپاست. دو تا دگان بده. بفرمایید. درست است، تشکر. بفرمایید. روز بخیر. روز بخیر، روز بخیر. توبه ای چی هست دیگه؟ توبه عکس ما در روزنامه چاپ شده. سلام علیکم. علیکم سلام. و علیکم. بگی نیازی. خیر ببینی. منصور بگی بیادر جان. زنده باشی. آفرین به سلطان مادر. کاکا یوسف کاکوسنو رو چطور آشتی ساخت؟ دیدی به خاطر که گوا و مزرعه از دستشان نره چطور دویده از اینجا رفتن. من برای یک چیزا میگم، سلطان مادر زن بجرأت است دوسته. نه بگو دیگه لالا. سلطان مادر زن بجرأت است دوست. نیازی قب کن. چی گپ است بچه؟ گپش تو آمد. باز دایی گل صبح شروع نکنین، اعصابم بسیار خراب است، بیشتر از این خراب نکنید. صبح بخیر. خوش آمدی. خوش باشی صدیق بچم. کلیمو طرفت امروز نوبتم است. بگی. تل نداره، تلش هم خلاص کردم. تل پرتو. تل نداره. تو کجا رفتی بچم ها؟ دختره کجا بردی ها؟ با تو چی لوده؟ با تو چی هم باز میگه احمد. بیاز امروز احساس بسیار بد دارم، یعنی آقایان اتفاقای بد خواد افتاد. توبه ما کم فلاکت دیدیم، یک روز خو خبر خوب بده و بچه همیشه خبرای بد میاری ها؟ بیادرا میفهمین چی شده؟ چی گپ است؟ درباره قریه خبر نشر شده، بیاین ببینین. چطور نشر شده و بچه؟ ببینین عکس ما در روزنامه است به خدا. توبه ای دیگه حالی از کجا شد؟ راستی هم این کار کی است؟ رویا خانم که مهمان دکتر دندان است. نه به نظرم کار همو است. امکان داره اونجا نوشته است رویا شاهین کار همو است. یک دقیقه ای دیگه چی است؟ بسیار یک نکته خوب اشاره کردی. آیا می‌خواهی ریش خود را زیاد نمایی یا می‌خواهی موی سر از ریختن ماند یا می‌خواهی داغ‌های سفید بدن را نیست نمایی و یا می‌خواهی خود را فربه یا خراب کنی، پس به شما صاف سودا را توصیه می‌دهیم. و یا شخصانه می‌خواهند حجامه کنند یا روغن تازه سیاه‌دانه را دسترس کنند و یا کپسوله الهدایه به صاف سودا مراجعت نمایید. داروها دست‌افکنی نیز کرده می‌شوند. رقم‌ها در روی اکران. از نام یوریستی جی مراجعت کنید، تخفیف دارد. با صاف سودا باشید. آفیس صاف سودا در پیتر و مسکو. رویایی چی است؟ از این کارم خوشت آمد نی؟ رویا تو چی کردی؟ خب به خاطر تو این کارا را کردم تا همگی بفهمه که گل دوست دختر تو است. مرا تبا ساختی رویا، مرا تبا ساختی. در شهر استانبول به خاطر آمادگی‌های عروسی این دو جفت. این خو گل است. توبه دوستا این خبر جمال تبا میسازه، باید این را از بین ببریم. حیاتی بگو امروز در قریه هیچ روزنامه نامده. روزنامه نفروش، مردم جوابتی فهمیدش بچه جان ها؟ اما این کار امکان نداره. شاید مردم از یک قریه دیگر روزنامه بخرن. خب این هم راست میگه، چی کنیم؟ دوستا قبل از اینکه جمال و دیگر از این گپ خبر شوند باید هر چیز زودتری خبر از این روزنامه بکشیم. راست میگه، باید این را زودتر بکشیم. درست است میکشیم، اما وقتی یکی روزنامه بخره و در بین سوراخ باشه پرسان نمیکنه چرا این قسم است. او چی است؟ یک چیز میگن نامش چی است او بچه صدیقه؟ اشتباه چاپی داشت بچه. بله میگم اشتباه چاپی داشت. همین قسم آمده دیگه. وی به نظر ما این یک فکر خوب است. پس من رفته کل روزنامه را اینجا میارم. برو صدیق تو هم داخل قیچی چاقو یا هر چیزی که از اینجا بیار. باید دست به دست تیم این مشکل حل بسازیم. ببینین ما هستیم اینجا، ببینین. باز دغم جان کندن، قصاب دغم چربو. بسیار مقبول آمدی. بگیرین نوش جان. صبح بخیر. صبح بخیر. یک لحظه آمدم.
خوش آمدی. بیبی با تو صبحانه ها آوردیم. صبحانه؟ به ما آوردی؟ بله. حالا بیا تو صبحانه تا بخو، با جای تو من کار میکنم. با جای من کار میکنی؟ درست است، بیا. اینه بیگی. نیک بولونی است. به خدا بولونی است ها. نیک خودت پخته کردی؟ بله. خوشت آمد؟ خوشم آمد. به خدا بسیار مزه‌دار است. واقعا تو آماده کردی؟ بله البته جمال. حدس بزن طریقش کی برام گفتم؟ طریقش کی برات گفتم؟ بگو برام. درست است. پس قسم میپرسم، به نظرت در قریه خوشمزه ترین بولونی را کی آماده میکنه؟ خوشمزه ترین بولونی را کی آماده میکنه؟ نمیشه ایره نگویم گل؟ چرا؟ بگو دیگه. اصرار میکنی. پس خوشمزه ترین بولونی را در قریه کامران؟ جمال تو چی میگی ها؟ آخه چرا پرسان میکنی خوشمزه ترین بولونی را کی آماده میکنه؟ ما هم گفتم در قریه خوشمزه ترین بولونی را کامران آماده میکنه. چی کنم؟ خودت پرسان کردی. کامران نبان. ماندم. درست است. پس قسم میپرسم، بیشتر دستپخت کی را خوش داری؟ بیشتر دستپخت کی را؟ بیبی جواب تمام مردا به این سوال یک رقم است. درست است. بگو دیگه. مادرم. فهمیدی؟ میفهمم که مادرم است. رفتی طریقه پختنش از مادرم پرسان کردی، باز رفتی بولونی را تیار کردی. تو چی وقتی کارا را کردی گل؟ در گل صبح. در گل صبح؟ یعنی به خاطر من؟ زنده باشی به خدا. بسیار مزه‌دار شده. راستی اینا مثل بولونی است که من خوش دارم. درست است. خیلی از ده برم چند نمره بیدی؟ از 10 خب نظر به ای که بسیار مزه‌دار است برای 10 میتم. بسیار خوش شدم. خوشت آمد. شکر که خوش شدی. خفکم کردی گل، خفکم کردی. نه در این صورت باید کلشا بخوری. کلشا؟ بله. ماشاءالله. شکر. کمکم نمیکنی؟ مرا ببینین دوستا، از خبر گل و کان هیچ کس نباید در این قریه خبر شوه. فهمیدین؟ اگه خبر شون محبت گل و جمال زیر سوال میرن. فهمیدین؟ این گپ ما فراموش نکنین. اگه یک دفعه ددان مردم افتادن باز دیگه نمیتونن سر بالا کنن. راست میگی، مردم گپ میزنن، مخصوصا اگه جمال بشنوه مشکل بزرگ ایجاد میشه. اگه بکار هستین میخوایم دکانتان برم یگان چیز میگیرم. چی میگرفتن دکتر صاحب؟ روزنامه میگیرم. روزنامه. خانم رویا آمد و 3 تا روزنامه گرفت و بعدش هم رفت. اما ما باید تمامش بگیرم. چرا؟ چرا؟ به خاطر خبره که نشر کردی میخوایی به تمام خریه مفت روزنامه تقسیم کنی؟ دکتر صاحب از شما هیچ توقعی این کارو نداشتیم. با این کارت کل ما رو واقعا ناامید ساختی. بیا دیگه، بیا ببین، بیا. یعنی که خبر داره. اما ببینین، قسم میخورم واقعا من از این موضوع خبر نداشتم. مام حیران ماندم. بیازو میخوایم میره براتون بگویم. یعنی آقایان اگه گل از این موضوع خبر شوه بیشتر از شما من جگرخون میشم. واقعا از این موضوع خبر نداشتی؟ بله واقعا. یعنی میگی خبر نداشتی؟ پس این روزنامه این موضوع از کجا کت ها؟ روزنامه دوستت است بیبی، رویا شاهین. بیبی صدیق بلیاز خدا، تو واقعا باور میتونی که من گل پیش همگی اقدر خورد نشان بتم؟ من و دختر دوست دارم. به علاوه میفهمین آقا نیازی سلطان مادر فکر میکنه که من همراه نهال نامزاد بوده. او یک موضوع جداست. به هر صورت دو برو باز پسان گپ میزنیم، حالا وقتش نیست. ببینین من از اون بعدن خبر دارم. یعنی همه چیز بدون اطلاع دادن به من میشه. چی کنم؟ به هر صورت ما باید واقعا این خبر از بین ببریم آقایان. به هر صورت جانم تشویش نکن، بیاز این موضوع تحت کنترل ماست. ببین اینجا ما چی میکنیم. راستی شما چی میکنین؟ میخوایم خبر تو و گل از تمام روزنامه عملیات کنیم و بکشیم. تمام روزنامه رو جمع کردین؟ نه. کل روزنامه قریه را؟ یعنی دیگه هیچ نمانده؟ نه نمانده. بسیار خوب.
عالی است. درست است. پس بتن که مام کمکتان کنم. روزنامه اینجاست. بگید دوستا یک کار کنین، او خبر قیچی کنین و دکتر بتن که برش یک خاطره باشه. نه خیر، خاطره چی؟ من به خاطره ضرورت ندارم. کافی است که تمامش از بین بره. درست است. درست است. از اینکه از این خبر نجات یافتم صدیق، از طرف من به همگی چای. برو بانه ما. دکتر صاحب، شما واقعا از این خبر بسیار ترسیدین. به خدا چی درو بگویم، ترسیدم. چی شده؟ چی بفهمم؟ یعنی ترسیدن. از اینکه این کلمه را گفتم خودم کم متعجب شدم. به هر صورت خوب است. ببینین، تکرار میکنم، خواهش میکنم از این خبر هیچ کسی خبر نشه. فهمانده تانستم؟ خواهش میکنم هیچ کسی از این خبر نشه. ما میفهمیم خود ما دکتر صاحب تو با جزئیات میگه، فقط که ما بی عقل باشیم. چای میاری؟ صبر میاره موضوع شبه. امرا جان باور کو ابروی ما بردی. در بغل دریا مثل که موش دا آبستاد میمانه استاد مان بچیم. این خو خیر ینگه تا امرویم بود، پیش از او کم آمدم. لالا خودت میفهمی که سیستمش نو است، تیل نداشته، دیگه زمستانم شده. اگه به خاطر شیشه پیسه بخوای 1 روپام برات نمیتم، فهمیده باشی. جان جور باشه لالا. جان تو هم جور باشه بیادر. یعنی در جواب هر گپ یک گپ دارم. این روزنامه امروز است؟ از امروز است. این روزه ببین، از ورزش هیچ خبر نیست، هیچ. کلش از دیگه موضوعات. این چی است؟ چرا چی گپ است؟ بیبی عکس کل قریه در روزنامه است. او شما بخی یک کندک بودین. چقدر عکس ما کلام است. بیبی مام است تو. در ایسن مشهور شدیم بیادر. به خدا. تو پیشت وایسه مایده است؟ است. با شاگردت بده که یک چند کیلو کلچه بیاره. حالا امرا جان دیگه. صحیح. حالا باز ما بعدن برات پیسه میتم، زود باش. با مادرم هم روان کنم و هم ببینه که عکس بچه‌ش این در روزنامه چاپ شده بیادر. بیبی عکسای ما چقدر خوبش آمده بیبی. آی خدا، تنهایی روزنامه است که قد کلا گیرم میفهمم. هلال دخترم بیا دیگه که بریم، زود باش دیگه. میایم مادر. مادر کجا میرین؟ خانه اسما خالت میریم. پس ما میایم، درست است؟ تو در خانه اسما خالت چی کار داری که میری؟ وقتی خورد بودم تو من همراهت میبردی. او وقت طفل بودی، حال اندازه من شدی، در خانه مردم چی کار داری که میری؟ هلال حالا دخترم من میرم، تو هم از پشتم بیا. درست است مادر. هلال به آیتن بگو که منتظرش میباشم. کجا منتظر میباشی بیادر؟ تو بگو میفهمم وقتی که از خانه برآمد برام پیام بده. درست است برش میگم. صدیق ایره دقیقه خانه بند کو، هر کس که اومد باید ایره ببینه. بندش میکنیم. خیلی خالیگاهش چی تو میشه؟ به اون جامعه خالی باشه. با مردم میگم به خاطر که اونجا اعلان بود همه تو قیچیش کردیم. خب دوستا، حالا که این مشکلم حل شد من به مویان خانه میرم. دوباره براتون میگم، خواهش میکنم این موضوع بین خود ما بانه. تو تشویش نکن. اگه صدیق نگویه هیچ کس دیگه نمیگه. بسیار خوب، درست است. بسیار تشکر. روز بخیر. مام طرف دکان میرم. ای روزان کنم. برو بیزانش کو برو. در جای خودم. بیبی چی پیدا کردیم بیادر؟ چی است؟ نفرای رقمی پولیدیم، کلشان در قریه گذال کوی زندگی میکنن. بیبی تمامشان اینجاست. فکر میکنم که رد پای ما را پیدا کردیم بیادر. آها، این همون دختر است که مرا بیهوش ساخته بود. شب گذشته من یادم دیدم. فکر میکنم شوهرش است. این را شوهر خود گفت؟ در این قریه چقدر رابطه های گد و ود است. امی آدم یک روز آمده بود و درباره دختر دهاتی از ما پرسان میکرد. هایی را میگی؟ بله. این آدم امرای ازی است. این آدم دیگه هم امرای ازی است. اما این آدم دیگه کی است؟
با خدا ما خیلی چیزا نمیفهمم بیادر. درست است بچه، هر چیز که هست فوراً روزنامه نگاری را شروع نکن. حالا یک کار کو که با گزلکوی میریم، ساما را اونجا میپالیم. از وقتی که ساما رفته کل چیز از بین رفت. درست است بیادر، حق با جانب هستی. حالا تو رفته دیگه نفرا را جمع کن، موتر آماده کن، خود ما به گزلکوی میریم. وقتی که قدر قریه زیبا و مقبول است ما هم رفته از زیباییش لذت میبریم. درست است بیادر. گوش کن رویا، گوش کن. ما تمام روزنامه های قریه را جمع کردیم، بعدن از تمام او روزنامه ها عکس ما و گل قیچی کرده دور کردیم، درست است؟ حالا ازت یک خواهش دارم، تو هم کاپی هایی که پیشت هست لطفاً از بین ببر، بسوزان، بنداز، یک کار کو، اما به هیچ کس چیز نگو، خواهش میکنم. درست است جانم، چیزی که تو بگویی با کسی نمیگم. من بیازو به خاطر آسان ساختن کار توی کار کدام. مگه میخسته میشه جانم، میخسته میشه؟ برعکس کار ما مشکل تر ساختی، چون گل نمیشناسی. یعنی اگه گلی خبر بشنوه مستقیم فکر میکنه که این کار ما است، میفهمی؟ مستقیم تو فکر میکنه و بعدن قال مقال از سر من شروع میکنه، کاملا از این دور میشه. اگه از من دور شوه من تبا میشم، این کار نمیتونم، من تبا میشم. رویا درک میتونی؟ یعنی مرا تبا میسازی. درست است، معذرت میخوایم. بچیم مادرشان کجاستن؟ خانه اسما خالم رفتن. آشتی کردیم نه؟ فوراً غیبت کردن شروع میکنن. به خدا راست میگی پدر، مطمئن هستم به غیبت کردن رفتن. با خانمی قسم است. میبینم که تو هم مثل اونا شدی و بچه. اسما خالیمشان است. بیا که قهوه خانه بریم. نه پدر، من نمیرم، من یک کمی کار دارم. تو چی کار داری بچه لوده؟ خب پدر یک کمی کار دارم دیگه. خوب است، بازم از مرداری زار و زقم میکنی. نه پدر توبه کردی، من دیگه نمی نوشم، یک دفعه همو توشم. دفعه اول برای چیزی نگفتم، اگه بازم کار کنی در برغانچه قیتت میکنم، فهمیدی؟ نه قهوه خانه میرم. خداحافظ. زنده باشی دخترم، همیشه به همگی چای آماده کن. زنده باشی. آی دودو، کاش دخترم عروسی میکرد که همیشه برای چای آماده میکرد. اتو نگو، او هم میشه. اما مادرم راست میگه خاله دودو، به خاطر اولادای تو مادرم خوشی اولادای خود دیدن نمیکنه. من چی کنم؟ فکر میکنی من جگرخون نمیشم؟ دوباره میشه عروسی برگزار کنیم اما نتیجه نمیده. نمیفهمم که چرا اولادا نگفتم میرن. من برات یک چیز بگویم دودو، اگه به خاطر دوستی 40 ساله ما نباشه به خدا ما هم رد گپ نمیزنم، گفته باشم. دختر اینا تمامش به خاطر ضد یوسف بیادر اسنو درست بشه. از گناه پدرمشان آمد، اما مشکل اصلی نواسای سلطان مادر است. اگه اونا در قریه نمیموندن هیچ اتفاقات نمیافتاد. یعنی حق به جانب بودن میتونی، اما این کار قسمت هست دیگه. او دخترای خوبی هستن، به خدا دخترای بدی نیستن، مخصوصا گل. او خود جوره نداره. تو می قسم میگی، اما اگر گل به قریه نمیمان جمال و کامران عروسی میکردن. تو و مادر مام آل بنواسیتان لالایی میخواندین ها. یک بار فکر کو دختر. انشالله خدا من او روزام نصیب ما بسازه دودو. انشالله. یک بار فکر کو خواهر، یک روز نواسایت هر طرف بدون. آی چقدر میخوایم یک مادر خوب باشم. اگه حال عروسی کدمی بودم کل وقت من صرف اولادان میساختم. راستی ما براتون یک چیز نشان بدم. چی؟ میخواین ببینین که نواسیتان چه قسم باشه؟ چطور امکان داره؟ این قسم میشه در اینترنت یک پروگرام است. من عکس کامران و جمالم میمانم، نشان میده که طفل اینا که به دنیا میاد چه قسم خواد بود. عکس پدر مادرش میمانی. باز طفل آیندهشان نشان میده. توبه، یعنی میفهمم. توبه خدایا، این کار خدا رو بیبی تو. خواهر تو یازنمی کار کردین؟ ها کدام از ما چیز نشد. به هر صورت قسم ما نشو. از جمال و کامران برتان نشان میدم. دخترم نشان بده. تو چرا به جلال بیادرم نگفتی؟ چی بفهمم دختر، اما تو گفتم دیگه. کمی گفتگو کردیم، باز از دانم برآمد. فکر میکردم دیگه آشتی نمیکنیم، اما بعدن آشتی کردیم. با خدا از جگرخونی زیاد نوشیده شب که به خانه آمد به هوش نبود.
به خدا سر خود بلند نمیتونست. به خود نبود، اما تو آیتن گفته میرفت. دختر جلال زیاد جگرخون شده بود. تو چی میگی؟ به خدا کم بود که مستقیم به پدرم بگویه. به هر صورت جلال بیادرم گفت که آیتن برم پیام بده که ببینیم، اما گفتم که در کجا؟ گفت تو خودش میفهمه. ها من میفهمم. به هر صورت تو همراهی کمال چی میکنی؟ نمیفهمم. در مقابل کمال فکرم بسیار مخشوشه. دیگه دختر مخشوش نباشه. بیا زود مهمانی کلگی آشتی کردم. من در او مهمانی همراه کمال گپ زدم. در غیر او به خاطر او مرچه زرد فکرم هنوزم مخشوشه. هلال فکرت مخشوش نباشه. به خاطر او مرچه زرد هیچ مخشوش نباشه. تو نمیفهمی؟ برات گفتم میرم که کمال از طفولیت تو را دوست داره. راست میگی؟ البته که راست میگم. اوه آیتن، اینا کی است؟ کمال دیوانگی نکو دیگه. هلال نمیشناسی؟ هلال را که من میشناسم یگان آفتابم است. او برم نگفت، بازم خودش از دست داد، از محبت محروم شد. به هر صورت مرد گپ نگیرین، کارهای خصوصی دارم، برم که سرم ناوقت میشه. خب دیگه خدا یارت. خداحافظ. دیدی گپایش دیدی؟ کمی برش وقت بده دختر. و دیگه آسان از هلال در میز نکاح برش نگفته شده. از تو یک استراب وحشتناک گذشته. بیازو به مرور زمان عادت میکنه. شما عادت میکنین. اینجا چی میکنه؟ به مهمانی آمده پدر. آمدن؟ کیا؟ چند نفر هستن؟ خاله دودو، مرام بگو. هلال. اوه تو به خدایا مقبولی را بیبی. آی قربانت شوم. طرف خواهر. های دختر هرچی نباشه البته که طرف تو میره. نه دختر، مثل طفولیت جمال است. طرف جمال رفته. طرف شما و ما ندارم. ماشاءالله که هر دویش مقبولن. اینجا چی گپ است؟ هیچی یوسف، اما تو شیشتیم. صدایتون تمام قریه را گرفته، کم آرامتر گپ بزنین. میشینی برای چای بیارم؟ میخواستم بخورم. آله میرم. صدایتون کم پایین بیارین. الان روز بخیر. خداحافظتون. درست است. خداحافظ. یوسف بیادر چقدر بد قار شده. بانش دقیقش نشو. از قار او هیچ چیز نمیشه. شما هم قار شاورتونه یک ذره کم بسازین. چطور میشه؟ ایرو ما برات یاد باتم خاله دودو. خاله اما تا کم قار شاورتا کم بساز. ما کم میخواستم اخلاقش تغییر بدم، قار شدنش کم بسازم، اما نشد. ببینین پیر شده اما اخلاق پدرتون همون اخلاق است. اولادایم تمامشان کلان شد. آیتن، کمال، ترکم تمامشان کلان شد، اما یوسف همون یوسف است. تانوس تغییر نکده. دقیقش نشد. این گپا را بان خواهر بیا که یک بار نواسه ما ببینم. آی دخترم ایره بریم چاپ کو. یکیش پیش ما باشه. ها نورتن دخترم یکی با مام چاپ کو. ها یکی هم به ما بده. چرا دختر؟ چی میشه؟ خب خوشم آمد. او را دوست دارم. دخترم راست میگه. با مام چاپ کو نورتن جان. ها درست است. مادر چطور میکنی؟ قربانت شوم. آی کندولک مقبولک. زنده خو باشی کمال یا پیسه ایمای. زنده باشی کاکا علایالدین. با پیسه‌تان برکت. تو هم زنده باشی قند کاکا. زنده باشین. روز شما بخیر. تشکر بسیار زیاد. زنده باشین. متواضع خود باشین. خب حالا چی میکنی؟ حالا چی میکنیم؟ مام نمیفهمم گل. نمیخوایم از کار بازیچه دست بکشم، اما از یک طرف باید به پدرم کمک کنم. کار بازیچه کار دلخواهیم است. مام نمیفهمم چی کنم. از کار بازیچه منصرف شده نمیتونی، چرا که شریک هستیم فراموش نکن. بله شریک هستیم، نباید فراموش کنم. پس بازار بریم. من کمی کار میکنم، تو هم میتونی کمکم کنی. درست است. اما یک چیز میگم، حال هوا بالای او بازیچه ها در اونجا تاثیر نمیکنه؟
سرد شده. باران میباره، برف میباره و دیگه در بین اقدر خانما تو تنها هستی. مشکلی است که در بین اقدر خانما هستم یا به خاطر ایست که خنک میخورم؟ راستش مدرست نفهمیدم. میشه کمی توضیح بدی گل؟ هر دوش. درست است. پس چی خواد کردیم؟ کدام مفکوره داری؟ من میگم که برای یک کارخانه بسازیم. این قسمی یک جای کارم میداشته باشی و لیاقت میره داری. در حقیقت راست میگیم. همی لایق هم هستم. تو میفهمی تو یک جای به کارخانه ساختن است؟ نمیفهمم. یک جای است، یک جای خواه است. نمیفهمم دقیق، چون که اونجا مربوط سلطان مادر است. درست است جمال، این خوب بهتر است. فورا امرای مادر کلانم گپ زده کلیشه میگیرم. فورا میگیری؟ اگه میخوایی بریم ببینیم. درست است، بیا که بریم. درست است، بریم. بیا. خاموشش کردم بچه. واه آی خدا، توبه کردیم خدایا. باز چی گپ شده که مجلس گرفتین؟ از چرت زدن که بخیزن رقص کنین. تو چی گفتم میری بینوش؟ یعنی زنها همیشه جمع میشن و میشینن چی میکنن؟ میشه برام بگوین؟ چی کنیم دیگه؟ ما با یکی داشتی کردیم، گفتیم با هم بیشنیم و کمی قصه کنیم. بسیار کار خوب کردین. غذام بسیار مزه‌دار معلوم میشه. یک قاب به من بتین که زار کنم. زود باش. تو باز شو بخو بینوش. نورتن توبه یک کاسه خورترک باز بیار در داخل شو پرت و مرا پشت دروازه بسته. کوی چه قسم گپ زدن است؟ مرا چی فکر کردی؟ تو شرم یا نداری که میخوای بین زنا بشینی ها؟ نورتن چرا بشرمم؟ کلگی شما را میشناسم. توبه خدایا. بر صورت خسارم کجا؟ خسارت به قهوه خانه رفته. حالا بخیستم به قهوه خانه برو. باور کو بسیار بد است. امروز عکسی که در روزنامه چاپ شده اگه ببینین در سرتان خود زدین. کدام روزنامه بینو؟ خبر نداری زنکه؟ نه. بیدی عکس ما در روزنامه چاپ شده. خصوصا از من از کلتان کدام مقبول تر آمده. ببینین. ببینم. بیبی در اینجا هستیم. آی خواهر ببین عکس مام در اینجا. هم به خاطر زیبایی ظاهری هم به خاطر زیبایی باطنی. تو ایره بیبی. بیبی گلم اینجاست. اینه خاله دو باره کان و گلم میگه اینا با هم نامزاد بودن. تو نمیفهمیدی؟ چی را؟ کان و گل با هم ده سابق نامزاد بودن. کان هم از پشت او تا اینجا آمده. نه خیر. راست میگی دختر. خوب شد که گفتی. به هر صورت ما دیگه میرم شما قصه کنیم. درست است بچه، بخیر. نورتن روزنامه رو نگاه کن، آینده با اولادای ما نشان میدیم. درست است، خوش میکنم. خداحافظ. ما با شما چی بگویم؟ چی براتان بگویم؟ تمامتان قدر وقتی گپم میفهمیدین، یکیتانم به من نگفتین. گوش کو دودو، ما فکر میکردیم که تو خبر داری. دختر من از کجا خبر میشدم؟ اگه خبر میداشتم گل در دروازه ما نمیموندم. مادر تو نگو لالایم قار میشه. چه باش دختر؟ آله لالایتم گفته بودم مثلا لالایت قار میشم. این چی رزالت است؟ راست میگه این چی رزالت است؟ وقت گلوار خواهرم کامران اینجا است، تو میری و یک دختر میگیری که از نامزد سابقه خود جدا شده؟ آی خواهر گلواری نگو اشتباه درک میکنن. بگو شیرواری، بگو ملکواری، هر چی میگی بگو اما گلواری نگو. راست میگی، چه نارواره میگم. چه نارواره خواهرم اینجا است. بکش به من. دختر ایرا پات میکنین. خاله دودو بازم برای چای بیارم؟ نه دخترم دیگه چیزی دلم نمیشه که بخورم. حالا دخترم بیا که بریم. با خدا فکرم بیخی پریشان شد. میبخشین باز شما خانه ما بیاین. آیه درست. خداحافظ. بخیر برین. بخیر برین. به خدا. خداحافظ خواهرک. خداحافظ.
خدا، ناق گفتنش چقدر بیچاره جگرخون شد. دلم بسیار برش سوخت دخترم. آی مادر، من تا حالا فکر میکردم که این ساده بودن خانواده ما از کجا شده. از کجا؟ از کجا؟ از تو به وجود آمدم مادر. بلکه جگرخون شوه. وانش، من چقدر زحمت کشیدم که از گپ خبر شوه. گپ در فکرش انداختم. نقطه ضعفش تحت فشار قرار داده برش گفتم. ببینیم که همراه اوگل چه قسم برخورد میکنه، ببینیم که همراه اوگل چی کارا خواهد کرد. آی انشالله خواهر. بفرمایین. آی چطور است؟ به نظرم از اینجا بسیار یک کارخانه خوب جور میشه. جمال اینجا بسیار جای ما میفهمی این از کارخانه که یک چیز فوق العاده میشه. من از اینجا یک جای جور کنم که هر کس ببینه حیران بانه. اینجا واقعا یک جای عالی است. اینجا جای ملاقات کردن ما میشه جمال. دیگه در کوچه و سرکای یکی دیگر رو نمیبینیم. نیت تو رو نفهمیدم گل. خب نیت ما چی است؟ نیت تو؟ این نیست که من از پدرم خواستگاری کنی؟ خیلی چی کنم؟ وقت مجبور باشم این کارم میکنم. جمال من واقعا تو را بسیار دوست دارم. ما هم تو را دوست دارم گل. متباقی عمر خدا ده هر جایی که باشی میخوایم همراه تو سپری کنم. جای و مکانش اصلا مهم نیست. حتی اینجا هم درست است. و من کافیست که همیشه همراه باشی. حالا دیگه من میرم همراه مادر کلانم درباره اینجا گپ میزنم. درست است برو. اینجا بسیار مخلوقات شد. توی خانم رویا رو ببین. باز خانه ما آماده بود و ما برش تمام شب دواری خانواده ما برش قصه کده رفتم. ما هم کل چیزا برش قصه کدم. یک چاینک چای خورد بیادر 2 ساعت برش قصه کدم. تو به خدا روز مرا سرم شو ساخت اما بازم خلاصش نوشته کده. کل داستان نیست. چی کنه دیگه کاکا اسنو؟ یعنی اگر تمامش نوشته میکرد میفهمی که یک داستان طولانی میشد. داستان شما خود داستان کوتاه نیست. تو هم راست میگی حیاتی. خانواده ما قدر ریشه امیت داره که او داستانا دا یک روز خلاص نمیشه. راست میگی. اگه از شما یک داستان طولانی نوشته میشه از خانواده ما یک سریال جور میشه. چرا؟ به خاطر که خانواده ما بیشتر از شما ریشه داره. تو بخیکت مزنیوری دوا داری یوسف. به هر صورت حال خو خواندیم اما این خالیگاه که در بین روزنامه از چی است؟ مجبور هستیم که در وقت روزنامه خواندن روی یوسف ببینم. بیادر نمیشه. خب کاکا اسنو شما با هم آشتی کردین نه؟ بله. از این خاطر روزنامه مزیگ به استقبال کردم. میخواد شما 2 نفر روبروی باشین. قریه‌دار راست میگه آقا اسنو. بی از روزنامه ها از هر نواشتی کردن استقبال میکنن. بیشتر وقتا استقبال میکنن و بعض وقتا هم بدون خبر داشتن حمایت میکنن. به این میگن سیاست. اما کاکا عثمان راست میگه. من گپش قبول دارم. کاکا اسنو این مسئله و این خالیگاه بین روزنامه همین مانا را میرسانه. یک گپ زدی خوب گپ زدی. فهمیدم مزاق کردی. شما هنوز هم میخواین سر ما رشخند بزنین؟ به ما بگوین حکمت ای کلکینی چی است؟ کاکا یوسف در سابق ده سرخانه وار میکردن حال کلکین باز میکنن. دوستا فهمیدم شما مزاقم یاد دارید اما واقعا دلیلی کار چی است؟ برای بگوین لطفا. در زندگیم اولین بار است که ما و یوسف در یک پله ترازو موندیم. همیال من همون چیز فکر میکنم که او فکر میکنه. خب کاکا اسنو او چیز است سانسور. سانسور؟ ها بله سانسور. مثلا بعض وقتا یگان چیزای بهتر بگی میباشه. چیزای بهتر بگی در مجله بعد از نشر نمیتونن او را پس کنن. از او خاطر او قسمت مجله را ختم میکنن باز نشر میکنن. جمال چیز شدیم ببین ما مشهور شدیم تمام قریه ما مشهور شد. این چی است؟
دختر که آمده بود درباره ما خبر ساخته. ببین ما اینجا هستیم بچه‌م اینجا. او دوست کان رویا را خو میشناسین رویا خانم. او روزنامه‌نگار بود جمال. درباره ما خبر نوشته کردم. ما هم کاپیشا در دیوار نصب کردم. بسیار مقبول آمده. ببین بسیار مقبول است. بسیار مقبول آمده نیازی. از برکت او کلگی ما را میشناسه. بله. نیازی صدیق شما یک دقیقه همراهی ما بیایین. بچه‌م تو چرا کلگی را صبح بخیری نمیگی ها؟ میبخشی پدر یادم رفت. پس میایم. پس میایی؟ مرا ببین ای بچه تو چه آدم کلاش اخبار اومد. چه باش تو چیزی رو نمیفهمی. نیازی فکر نمیکنی که خالیگار دید؟ نمیفهمم بچه من حال خود فهمیدم. جمال چی شد؟ چرا ما رو خواستی؟ نه که به خاطر او خالیگاه قرار. کدام خالیگاه؟ امو خالیگاه که در روزنامه است بچه. خالیگاه بیادر. کدام خالیگاه؟ شما اق خود فهمیده میگیرین. نمیتونین فکر کنین که روزنامه سر ما چی بلاها را میاره؟ چی بلاها را میاره؟ چرا سمار اینجا آوردیم؟ چرا پوتش کردیم که آدمو نتونن پیداش کنن؟ نمیتونید کل ترکیه وقتی او روزنامه را میخونه فکر میکنین اونا نمیخونن ها؟ تو راست میگی بچه‌م. خدا ما را در غضب خود گرفتار کنه. ما هیچ دی بار فکر نکرده بودیم. حالی آدما ما رو پیدا میکنن. سما بسیار در خطر بزرگ است. حالا تنها ما رو پیدا نمیکنن. میفهمی بعد از پیدا کردن ما سما رو پیدا میکنن. حالا موضوعی را که از کالگی پد کرده بودیم از خاطر بیعقلیتون همگی خبر میشن. درست است دیگه بچه. امتیاز سما در خانه ما امن است. آدما وقتی بیان پیش ازی که مردم قریه خبر شون این کارو مثل آب خوردن حلش میکنیم. هیچ قصهش نباش. مثل آب خوردن گفتی؟ انشالله نیازی انشالله. یعنی این قسم نشه که در روزنامه نوشته است وقتی اون اومدن برشان چای و قهوه تعارف کنی. درست است بیادر درست است. یک اشتباه کردیم دیگه. چی گفتن؟ هیچ کسی نیست که اشتباه نکنه. ما هم کامل نیستیم. بعد از 40 سال امکان داره که اشتباه کنیم بچه‌م. سما در خطر است. مر ببینین احتیاط کنید. 4 طرفتون خوب سعی کنید. باید بسیار متوجه باشیم. تو به خدایا خودت برم صبر بده. مادر کلان در پالوی قریه داری یک طویله خورده است. به یاد دارین؟ البته که به یاد دارم دخترم. پدرم در سابق شتر داشت. اونجا بستشان میکدیم. حال شترها نمانده. ما وقتی خورد بودیم سر شترها سوار می شدیم. تکای مقبول می دختیم و سر شترها من دختیم. چرا شترها را کالا می پوشاندین مادر کلان؟ آی میفهمیدم که سگال باز پوشانده میشن اما درباره شترها نو خبر شدم. سودت تو چو باش من یک چیزی را پرسان میکنم. اما بسیار خنده دارد. خواهر کس شترام لباس پوشانده؟ بسیار خوشت آمد خورترک. فشن کردن شترها رواج ماست دختره. میفهمی که شترها چرا با هم جنگ میکنن؟ به خاطر اون لباس زیبا جنگ میکنن. شترها جنگ میکنن و هر کدامش که برنده شد او تیکی فشنی را در سرش مندازی. اقسم با غرور را میره و او شتره که باخته باشه از شرم را رفتن نمیتونه. آیه مادر کلان جان راست میگی؟ البته که راست میگم دخترم. اگه چرا شترها قسم با غرور را برن. درست است. فکر مادر کلان رو ما مغشوش نسازین. مادر کلان من میخوایم اونجا را بازسازی کنم. اونجا را بازسازی میکنی دخترم؟ چه قسم؟ بله یک چیز در فکرم است. تو اونجا را به ما بتی. گفتی به تو که بتم چی میکنی؟ بیازو من هرچی که دارم از شما همتون نیست. حال نه پدرم مانده و نه هم شترا. اونجا فقط یک 4 دیواری مانده. تو اونجا را بگی و هرچی میکنی بکن. هر کاری که داری بکن دختره. بسیار تشکر مادر کلان. پشت دروازه‌تان هستم. میخوایم امروز گپ بزنم. آی این خود دیدی اونجا را بسیار مقبول میسازم. درست است دختره. سلام جانم. سلام. چطور هستی؟ خوب هستم. تو چطور هستی جانم؟ ما بسیار خوب هستم بسیار. اما پرسان کو که چرا خوب هستی؟ خب چرا خوب هستی؟ اینا پرسیدم. خب هر وقت که بخوایم پیش تو بیایم بسیار خود خوب است میکنم. یعنی تو با ما مثل یک مسکن هستی. چی بفهمم دیگه؟ راستی شیشارم نو کردم. او مشکل که رو سر ما از خاطر برقش آمده بود. سیستم برقش بیخی تبدیل کردم. یک سیستم جدید انداختم. هیچ تشویش نکو. حالا دیگه هیچ وقت تو نمیشه جانم. به هر حال بیا که کمی چکر بزنیم. با تو یک سورپرایز هم دارم. بیا. آینه بنیامین من کمی کار دارم متاسف هستم. خیلی درست است. یعنی آدم پیشنهاد میکنه اصرار نیست. درست است. خیلی با شما وعده کنم رایم. حالا خو آمدم اما دست خالی نباید پس برم جانم. خب درست است. تلفن باز گپ میزنم. صحیح. تلفن من روشن میباشه.
یا که من چیز میکنم برات یک پیام روان میکنم. درست است جانم، باز روان کن. صحیح. راستی چیز شده، عکس کل قریه در روزنامه نشر شده، دیدی؟ نه. چطور ندیدی؟ توبه. صبر من برات روزنامه رو میارم. اینه بیبی، این روزنامه پیش تو باشه، عکس کل ماده صفحه‌اش هست. بسیار زیاد تشکر. هیچ مهم نیست جانم، یک روزنامه است، هیچ قیمت نداره. زنده باشی. مواظب خود باش. دروازه رو به احتیاط بسته کن. چی یک آدم هستی بنیامین، باور کن هیچ نقص نداری، بدون نقص هستی. روزنامه را چقدر دوست داری. در غضب شوی بنیامین، فکر دختر از سرش بردی. کجه؟ کل قریه سگ پر شده. آی توبه کردم خدا، هیچ فکرم نمیشه که دروازه را بسته کنم. آی توبه، کم بود که بشکنه. پرواز کن بچه‌م، پرواز کن. ای چی است؟ گزلکوی قریه قریه باستانی. خب ای چی است؟ راست میگی چی است؟ ما چی بفهمم؟ گفتن که درباره قریه ما نشر شده. گلسوم، اینجا نوشته است که تو و کان در سابق یکی دیگه تان دوست داشتین. بله، همه تو نوشته است. به خدا راست میگین؟ من تعجب کردم چرا تو نوشته کردن؟ مادر کلان راستش روزنامه نگار راستن دیگه، فهمیده و نفهمیده نشته میکنن، دروغ است، پشتش نگرد. یک روزنامه بزرگ است، کل خبرایش راست است و تنها همیش دروغ است. به هر صورت مادر کلان توبه اشتباه نوشته کردن دیگه. بالاخره کلگی میفهمه که کانی از نیم همیشه همه تو نیست. بله البته. به هر صورت من میرم، کم کار دارم. زود اونا را جمع کن. توبه سوده تو هم برداری خبرهای دروغه جانم. مقاره کتی خبر نشر کردن. والا پس خوب است میره، میوه دارم زیر پای مرغا بیمندازمش مادر کلان بتیش بما. توبه مادر کلان، تو چطور باور میکنی چیزایی را که اینا نوشته میکنن؟ وقتی که شما اتو میگین دخترای، در اون صورت همه تو رست دیگه، من چی بفهمم؟ باید یاد بگیری که هر وقت باور نکنی. روزنامه نگاران یگان بار اشتباه میکنن. کاکا یوسف، چای اینجا بیا. زنده باشی بچه. راستی کاکا علایالدین پیسه را آورد پدر، یادم نره که برات بتم. حسابش کردی بچه؟ بله حساب کردم پدر. خوب است. در صورت من میرم پیش سلطان مادر که پولیش برش بتم. خب دیگه بیادرها در پناه خدا باشید. خدا حافظت حسنو، بخیر برید. بیشی بچه. چطور هستی جمال؟ خوب هستم کاکا یوسف، کم مصروف هستم. آفرین بچه، خدا برات توان بده. تشکر. سلام علیکم مردای خوب قریه صلح، چطور هستین؟ خوش آمدی. سلام، خوش آمدی. بیا اینجا خوش آمدی بنیامین. وقتی تو را دیدم یک چیزک یادم آمد. کاکا یوسف، ما روز پیش در دریاچه بودیم. ای آمد بسیار چای نوشید، 20 لیره قرضدار شد. گفت پدرم میپردازه. او را میشه برم بیتی؟ بسیار خوب میشه، از خیرک سرت. زود شو. بچم داماد، میخوای قرضای تو را ما بپردازم؟ خسر جان بیبی بین مردم چرا امرای قسم گپ میزنی؟ پیشم پیسه میدان نبود، از اون خاطر چیز کردم. گرچه همیانم پیشم چیز نیست. تو چقدر گوش نبودی صدیق زدی در کار غضب خدا شوی ما میگم. حالا خبرم وقت چوکات کرده اینا بسیار مقبول معلوم میشه. این خبر کوچک در کجاست؟ خبر کوچک نیست. کوچک چی است؟ بچم کور هستی، همون خبره که اینجا بود قیچی کرده. اینو خبر بسیار مهم است، باید دی وسط می بود. درست است بچم، گپ دراز نکن. بانکه بگویا تو چی میگی بنیامین؟ بچم تو درباره او خبر کوچک نمیفهمی؟ داماد واضح گپ بزن بچم. خسر جان من خو واضح گپ میزنم، اما همراه جمال بیا در خندگی دارم، نشوه کی از پیشم خفه شوه. نه خفه نمیشم. تو بگو چی میخوای بگویی؟ سرم سقال منطقه گوش کنی که بچم گپ دراز نکن تا جایت بشی. صحیح است. توبه اوف روزنامه افتید، خبرم دمی است.
صدیق پایت پس کن. جمال صدیق ایلاکو نبین بیادر نبین. چی گپ هست؟ خسرو جان جمال تبا شد تبا. چی از نیازی؟ ولا میبخشه دیگه بیادر. ما چیز کردیم وسط شقه چی کردیم از او خاطر تو شد. خیلی شما از همین خاطر روزنامه ها رو بریده بودین ها؟ گوش کنین. شما چی میگین و درباره چی گپ میزنین؟ بگوین که ما هم خبر شویم بیادر. کیا دی باره میفهمن؟ من نفر اول هستم. دستایتان بالا کنین. 1 2 3 4 5 کلگی میفهمن. دیگه دکتر دندانم میفهمن. بگیرین بخونین. بسیار کنجکاو شدین. هرچند نگه نخوانین بنیامین دلاس بیکر اعلان خواد کرد اما تا نیستم. توبه. وای 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 بچه مرا ببی حسنوی گپا را میفهمه. نمیفهمم کاکو یوسف. اگه نمیفهمم تو برو برش برسن. چی میگی بچه؟ بچه کم مواظب خود باشی. چه قسم گپ زدن از توبت خدا. اگه نباشم چی کده میتونی بنیامین؟ آرام میشینین جمال آرام باش. درست شوین آرام میشینین. بین هم آشتی کردیم. حالا دیگه داماد برو ما باید بریم. جگر خود نباش بچه. خسرم اینجا بود. برو احمق برو. این چی قسم یک موجود است. آرام باش. جمال دقیقش نشد بیا اینجا بیشی. بیا خود آرام بساز. صدیق برو یک چای مزه‌دار بر جمال بیار که کم فکرش آرام شه. برو بچیم زود باش. برای دختر مقبول برای گوش دختر مقبول باید فورا یک چیز بپوشی و از اینجا باید بریم. زود باید بریم. کجا میریم؟ چی شده؟ بگو لطفا. حالا چیز پرسان نکن دختر مقبول. وقت نداریم بریم. زود شو. حالا درست است. حالا آماده شو. حالا صبر کن. باید عجله کنیم دختر مقبول. عجله کن. حالا بدو. حالا دخترها من میرم در قریه کمه قدم بزنم و پس خیرت است مادر کلان. خیرت است دخترم خیرت است. بعد از اون محفل آشتی چی میکنن چی نمیکنن گپ میزنن یا نه برم یک بار خبرشان بگیرم که آیا آرامیست یا نه. خیلی ما میریم. نه جانم شما باشین. من میخوایم که تنها برم یوسفشان چی میکنن. باید ببینم که بین خود آشتی کردن یا هنوزم جنگیستن. خوب است در اون صورت به کاکا یوسفشان از طرف من سلام بگو. درست است میگم دخترم میگم. خدافظ. خدافظ پناهتان به خدا. من خدا هیچ راحت حس نمی کنم. دلم یک قسم نارام است. من پیش گل میرم ببینم که چی گپ است. تو همینجا باش. برو خواهر البته که برو. گل خواهرم بسیار عصبانی بود نشه که کدام کار کنه. خب انشالله که درا گیرش کنم. فعلا خداحافظ جانم. خداحافظ. روز بخیر کاکا. روز بخیر. میشه بگوین قریه‌داری کجاست؟ شفا باشه عاجل است. خب چی عاجل است؟ درد دندان. دندانه چی کاکا؟ قریه‌داری کجاست؟ قریه‌داری؟ ولی ما مامورا میگم قریه‌داری را میگم. فکر میکنم کاکا بسر نیست. تو آدرس قریه‌داری را میفهمی؟ چطور نفهمم بچیم؟ البته که میفهمم. بله پس خواهش میکنم قریه‌داری را به ما نشان بده. درست است بچیم. خوب گوش کن جان کاکا. حالا از اینجا تا آخر سرک پیش برین. داخل سرک طرف راست دور بخورین. با سرک خودش طرف چپ دور میخوره. همون تو طرف چپ پیش برین. دست راست لویش میبینین رنگش سرخ. زنده باشی کاکا. زنده باشی. برو خدا کنه زود خوب شوی. شفای عاجل. روز خود. فکر میکنم در این وقت صبح دندون بیچاره شکسته یا کدام آسیبی دیده میکروبی شد حتما. رویا خواهش میکنم خنده نکن بس است. چطور خنده نکنم؟ بیبی که مردم چه قسم راه حل پیدا کردن. این مفکوره و این کار سانسور در فکر نابهام نمیآید. سانسور کلکیندار.
درست است، هرچی بود خلاص شد دیگه، موضوع حل شده. حال نوبت تو است. لطفاً خواهش میکنم تو هم کاپیای اونا رو از بین ببر. درست است جانم، اونا رو به ما بان تشویش نکن. بیاز ما پس میرم. گل کان میشه کم گپ بزنیم؟ بله البته. به تنهایی ما بیازو میرفتم، برم لوازم خود جمع کنم، شما گپ بزنیم. برای فعلا خدافظ. خدافظ رویا، خدافظ. چرا تو یک کار کردی؟ نفهمیدم من چی کردم گل؟ کان اقسم رویه نگو خبر نداشته باشی، نباری و خبرم رایت گپ میزنم. گوش کن گل، واقعا من خبر نداشتم. من متعجب شدم این دختر خودش کار کردن. چه قسم متعجب شدی؟ این دختر خود خانه تو از کان. اما ایگه با بودن او در خانه من چی ربطه داره جان؟ چی بابا، میگم شاید قبلا هم رایت مشوره کرده باشه. متاسفانه مشوره نکرد گل، قسم میخورم که مشوره نکرد. اما گوش کن. درباره چی مشوره نکرد؟ بفرمایین آقا. در اصل باید شما بفرمایین. اگه به هدف تداوی آمدن اینجا به اساس وقت ملاقات پیش میره. اول وقت ملاقات بگیرین، باز میتونین بیاین. روز بخیر. اینو همو آدم هستن. کدوم آدم؟ خانم چطور هستی؟ از ما چی میخواین؟ دوست ما را. گوش کنین آقایان، نمیتونین تو راحت بیاین و هر چی خواستین بگوین. اینجا یک دفتر رسمی است و اگه همیال نرین به پلیس زنگ میزنم. بچه مقبول، میشه بازبانی هم رایت گپ بزنم؟ کن ای بچه موی چنگی را با برینا بستش کنین، دانشا محکم بسته کنین. بیادر صبر کنین، چی میکنین؟ من هیچ نفهمیدم شما چی میخواین. خواهش میکنم مرا اله کنین. آرام باش مقبولک. این مثل وسیله تو نیست که آدم فقط بیوش کنه. تو یک بار بیا اینجا بیشی راحت باش. نامزدت چیزا نمیشه. اون نامزد من نیست. اما در روزنامه اما تو نوشته بود. شما خبرایی را که در روزنامه میبینین سرش باور میکنه؟ گوش کن دختر جان، داستان عشق هر کسی که بر روزنامه چاپ میشه حتما اون موضوع را رد میکنه. ببینین تو یک چیز نیست، این خبر کاملا دروغ است. این کارتان یک جرم بزرگ است. از این خاطر ممکن است که در زندان بفته. بسیار گپ میزنی احمق. همراه گل چی میکنه؟ تو را چی به عقل؟ اینجا سر کوخونه است. حساب این کارتان رو میپردازم. فهمیدن؟ چی؟ سردردم ساخت. این کار نمیکردی امکان داشت که بمره. شما از ما چی میخواین؟ ما از شما چیز نمیخوایم. ما چیز را میخوایم که از خود ماست. خب و چی است؟ سماره. حتما در بدل تو سماره به ما میتن. چی نظر داری؟ به خدا گل باور که به تشویشت بودم. کان اینجا نیست؟ نه خیر. خواهر تو حال از اینجا برو، باز بعدن با هم گپ میزنیم. ما کجا باید برم گل؟ خواهر این خود تفنگچه داره. بیا اینجا بیچه. خواهر میفهمم، صبر کن. اینا مذاق میکنن اما تو نیست بازیچه. بله بازیچه است. تو بس تخبر لاینه کی هستن گل؟ آرام باش. این خانم مقبول کی است؟ خواهر این خانم دگه. خب تو کی هستی؟ زود باشین این آرام بسته کنین که میرین. آرام باش. کجا؟ یک دقیقه شما نمیتونین خواهر ما ببرین به یه اعلام شما چی میکنین؟ آرام باش جاب نزن. کجا میبرین ما را؟ بیشو. آیستا چی پس گل مذاق میکنین؟ شما کی هستین؟ ما را کجا میبرین؟ آیستا اعلام کن، گفتم اعلام کن. چرا روی ما این قسم رویه میکنین؟ ما را کجا میبرین؟ احمقا. وای خدا، به این معناست که او دکتر دندان نامزاد گل بوده ها. بله اما تو راست خسر جان. حسن ایکل دلش بود که نامزاد کانه بعد جمال بگیره. خبر نداشت، حتما خبر نداشت. خدا جانتا نگیره. بینیم این آمد، بینیم. بله امو است. آی خواهر چی کنی؟ به زمینای پادر رو تو دریوری نمیکنی احمد.
بیبی که چه قسم میره؟ فهمید که اشتباه از خودشان از فرار کردن. تو اینا ره بیبی. خسرو جان اونا کی بودن؟ والا من نمیفهمم، اما دموتر نوازهای سلطان مادر نبود بچیم؟ والا من درست سیل نکردم، اونا دموترش بودن؟ بله، اما او آدم ها را نشناختم. توبه توبه. خیلی اما خبر که دیده بودم راست برآمد. کدام خبر احمق؟ این نواسه کلان سلطان مادر نهال، او را در خو دیده بودم که در استانبول یک دوست پسر داره. حتما امو آمده و بردش. خبر ما راست برآمد. تو رو چی به نواسه بزرگ سلطان مادر؟ چرا او را در خو دیدی احمق؟ خسرو جان خواب خود کدام قانون و مقررات ندارم، من چی بفهمم خواب داشته باشه. او را چه قسم دیدی بگو. به هر حال بیا زیاد طول نتیم، بریم جواب سلطان مادر بتیم که از این کار بیغم شویم. گپ زدن در این باره بی‌معناست. خسرو جان اما تو در این باره شروع کردی، من خود چیزا نگفتم. گپ نزن، زود باش از اینجا بریم، زیاد راه مانده احمق. زود شو. سعید خسرو جان توبه چه خزود خبری میشی، هر چی بگویم سرت بد میخوره. خواز دیگه قراقم شو. خسرو جان آهسته دروازه رو پیش کن. هلا سلطان مادر کجا میری؟ من پیش تو میامدم. این خانه یوسفشان میرم. یوسفشان چی میکنی؟ خانه ما بیا، دو برات غذای مزه‌دار پخته میکنه، سرعتم کو یکمه. تو را چی؟ دلم هر جایی که رفتم تو چرا مداخله میکنی که کجا برم؟ میخوایی از تو پرسان کنم؟ نه نمیخوای مداخله کنم، اما چیزه اینا باز از کجا شدن؟ الله دروازه رو شکستاندی. آیستا این چی است؟ تیاره وارث. تشکر سلطان مادر، باشی را بلند کنم. توبه سلطان مادر، ما به تو پولت آوردیم، گفتم پیش ازی که مصرف شوه ایرا برات بتم. بیا بته. سلطان مادر جان من برات آورده بودم، بگی به خوشی مصرفش کنی. راستی سلطان مادر، خانه شما مهمان آمده بود، نواسای چکر بردن، اونا کیستن؟ من چی بفهمم کی هستن؟ از کجا بفهمم؟ خواهش میکنم سلطان مادر، راستش گل نواست نامزاده دکتر دندان بوده، یک وقت از ما پود کردی. تو از کجا دیدی و شنیدی یوسف؟ از کجا ببینم و بشنوم؟ کلگی دیدن روزنامه‌ای خبر نشر شده. ما مورا دیدم. حالا دمو باره تحقیق میکنم ببینم که واقعیت داره یا نه. با تشویش هستم، من زیاد کار دارم. از پیش رای موسو شوین. برو ایستا. چه بد نیستن؟ مرا ببین یوسف، کی همراهی کی چی بوده؟ من نفهمیدم چی گفتی. اسنو گوش کن. او کلکین یادت هست کلکین؟ او کلکین دروازه داشته. چی قسم دروازه؟ در روزنامه نوشته است یکش پیش ماسه، برو از موتر بیار، زودشو بیار که خودش بخونه. دروازه گفتی؟ بله دروازه بیبی. صبر کو، اینجاست، اینجا بیبی. تباه شد. توبه. بله توبه بیبی. کی را میخواستی بعد جمال بچت بگیری؟ خوب بیبی ایام دروازه کلکین توس. حالا دیگه بنیامین تو مرا به زمین ها برسان، زود باش بریم. سعید خسرو جان مواظب خودت باش. بیا ما موترا روشن کنیم. چه قسم بستمه شو بچه؟ پایینش کو، با طرف خود کش کن، اما احتیاط کنی خسرو جان. آرام. کمال خوش آمدی. خوش باشی. در خانه خو کسی نیست اما تو نیست؟ نه جانم، اگه باشه چرا تو را میخواستم؟ نمیفهمم، نشه که کس بیایه و باز مرا قلب کنه، باز همراهی تو نکای مرا بسته کنن. بسیار میترسم. نه کمال جان، تو تشویش نکن. حالا بیا بریم به خانه، به تو یک چیز متفاوت نشان میدم. متفاوت؟ بله متفاوت. چقدر متفاوت؟ آیا چیزی هستی قبلا هیچ ندیده باشم؟ نمیفهم که تا حالا دیدی یا ندیدی کمال. بیا دیگه بیا. اونجا استاشو که یک چند قطع عکسته بگیرم. گفتی عکس مرا بگیری؟ بگی خیلی. درست شد. درست است. خب حال اینا رو چی میکنی؟ بیا کمال جان کمی بشینیم. بیا اینجا کمال. اعتراض که کمال جان، حال من تو را زیاد دوست دارم، اما در شکل ظاهری تو یک چند ملاحظه دارم. در شکل ظاهری من ملاحظه داری؟ چند قطع عکس ما گرفتی ها؟ خب میخوای چی کنی؟
نه ملاحظه نمی کنم اتر است که ملاحظه یعنی درباره هر چیز قسم فکر میکنی که کدام موضوعات در او باره باید مد نظر بگیری. حالا فهمیدی؟ تو چه قسم گپ میزنی؟ من هیچ نمیفهمم سوده. آها خیلی ای باره تو هم ملاحظه خودت داری. خب خیلی برات تو میگم اگر میخوای همراه ما باشی باید استایل خودت تغییر بدی. یعنی کمی باید در چهره تغییرات بیاری. خب اما ما از اول همه تو یک چیز بودم، یک کمی از خودگذاری کردم، استایل مویای ما تغییر دادم. بله. اما از اینکه زیاد به مردا خوب نمیگه دیگه. چرا به مردا خوب نگوید جانم؟ آدم به خاطر کسی که دوست داره هر کاری میکنه دیگه چی گپ است؟ راست میگی دختر؟ بله. خب اما مرا چه قسم میسازی؟ این برام مهم است. خب از همین خاطر عکسای تا گرفتم. بیا یک جای ببینیمش و تصمیم بگیریم. درست است. بیا دیگه. میبینیم. آی سرم میکفه، سرم از درد میکفه. روزنامه رو دیدی؟ دیدم. چرا تو شد؟ اسنو ما در وقتش برات گفته بودم. من برات گفته بودم زود که گناه رو سر من اندازی. تو کسی نبودی که امروز صبح موبایل به گل پختن خزار یاد میدادی؟ ما فقط به خاطر تو میکردم. میفهمی من از اول تا حال طرفدار کاموران بودم. او دختر کسی است که تا امروز همراه مرد بیگانه گپ نزده. کاموران؟ زنه که تو دروسی ندیدی که کاموران چی پوشیده بود، چی قسم رویا میکرد؟ ندیدیش؟ از شرم مردم سر خود بلند کده نمیتونست از دست کاموران. توبه که توبه. توبه نخسر من غیبت مردم نکنین، شما هم غیبت نکنین. به خدا من نمیخوایم غیبت کنم. این خبر در بین روزنامه چاپ شده. کلگی خوب سر تا پایش خواندن. دختر خوب است، خوش برخورده است، دوست داشتنی است، اما بعد از این نمیخوایم با بچیم بگیرمش. نه فکر کردیم که همه چیز درست شد، مشکلات ما حل شد، باز یک مشکل پیدا میشه، همه چیز از اول شروع شد. ما هم حیران ماندیم چی کنیم. نبودی ببینی که یوسف چقدر مغرور بود، روزنامه رو یک قسم گرفته بود. ایره فقط میگفتی که کدام گنج پیدا کرده باشه، حالا هم دادان او افتادیم. اسنو بله تو هم از این زده تیر شو. همیاله که آشتی کردن این زده تا همراه یوسف بیادر دور بان. جانم میفهمی که من امروز چی را دیدم؟ نمیفهمم چی دیدی؟ طفلای جمال و کاموران دیدم. تو به کزنه که هیچی از چی قسم طفل؟ با واقعیت نه جانم. ده انترگت بلا زده نشان داده بود. ده کجا نشان داده بود زنکه؟ ده انترگت پدر. زنکه اول نامش یاد بگی بعد از او برات میگه. تکنولوژی مخری ماده نامش اینترنت است. ایره ما میفهمم اما ایره نمیفهمم که چی قسم است. صبر کو ما برات توضیح میدم. پدر ده اینترنت یک قسم سایت است. ده او سایت ها عکسای دخترها و بچه‌ها اپلود میکنی. چی میکنن؟ اپلود یعنی عکس ده او میندازی. خوب میکنن. کامپیوتر نظر به دختر و بچه یک عکس میاره، عکس یک طفله. تو هم او عکس میبینی که به کی میمونی، طرفی کی رفته، عکس طفل میبینی. آی اسنو جان اگه ببینی، اگه یک بار ببینی یک چاقک مقبوله اگه تو چشمایشان بادامی دل میشد که بالا منداختمش. اگه کامران جمال در وقتش عروسی میکردن آل ما و تو منتظر نواسای ما میبودیم و به زودی صاحب یک نواسا میشدیم. به خدا ما ماما میشدم. از فکرم بخی کشیری قرون جور شده. به خدا نیازی صدیق میشه دو دقیقه اینجا بیاین؟ تو با انتظار کشیدن چیز جور نمیشه، باید یکی ما پیش سما بریم. احتیاط خوب چیز است، نشه که اونا بیاین دختره ببرن.